این بزد در امیجا ببندی آخی همه را خورده رای همه رسمات کده مرده کپا جمعه را پشت جمعه دل کدستایو یا منو دم تو بگیری نمیمونی اگر خورم اسبا مو ویران کردن ختیمی بستون بز بخر نگاه میکنه اومد نگاه کنه چو میکنه همه گشتی چور خوره اینو پودینا رو جقی ده اینو با بخلجانا رو چی میکنه باور که همین جوانی توی ختیمی بزن نه عصب مونده نه گفتی روسان نروی سران ویران شده برا دکتر برا روزی بازار همجا مخمه کجا بری کجا بری با دکتر فریاد کن نه اون جورم ده همسایه مونده زن زدیم دکتر گفتم بیا که عصبم ویران شده سرم من با هم پشت سرم هم خمه کشم خی دکترم چه؟ بیا بگو سرم ویران شده بیا بلند شده اینجا بیا السلام علیکم السلام یا همین روز یک شنبه میمونن آدم را که جا در خونه شون دم بگیرم بیا دکتر بیا ها تیجه ای در روزی استراحت هم آدم را فریاد کنه بشه باور که دکتر جان بیا بز خریده روزی درو به اسبام خراب کرده اوزی اینه اسبام خراب شده جوری بزا او متم نمیخره خود متم نمیخره یا میخره با به عصبا را خراب دکتر جان کرده ببین راستی که نه همین مثل کنم خب میکشم بولم بولو نگاه کرده بیستی با آن اکثر میتیکو با آن اکثر میشم با هم خیلی میشم برای عصب گفتی ها؟ عصب این های پرشوکه بگی؟ این با عصبا رو میکنن ها دکتر جان این را پیش خورو خوردن نکنی که بعد خورو این برای خودت نیست برای کی اگه نه؟ برای بز ای مرده که مرشینی دیگه همتر یاخی خیلی بخیزم با راست بیستم رقص کنم اگه نه خونه خالم اینا اومدین ای میشه برای سلام علیک آخی کی اومده؟ خالم کتی کلینش کی اومده؟ ای کی میکی همی جدنه خیلی برای اگون دسترخونه اگون چه کدن شون بگی؟ وز من میوم دسترخونی خالی هیچ چی نیست در خونه چی را برام بمانم شون انا می کرتای 10,000 را نمیگیری تو حوزی مهمونو تا میگذروندی زنک مردک بخی شرمندم نکنی با ما در همه اولادان گفتگیم که شوی ما به صدقه خونه نمیدرویه بخی اگون جورا اگون سم قرض بگی اگون چی بگی بیا بخی مردک شرمندم ای در همه اولادات صدقه ترزنه که با برام قرض کنم اگون جو ای بوغا که همین هرچی همین لیفت هم هسته در هم میفروی ولی اگر همین لیفت کار نکنه داری 14 میتاش برو گفته همینجا سوزی تنجی نه پیش خود رفته سلامتیت خوبه خانازه همه راست یا بیا خدمت میکردی همسایه همه خونه همسایه مهمون اومده گیای مهمون او هیچ کم بگی مهمونون بیا خونده بشینیم چای کمت کردم ای نه که راست یا ما گفتم که همه یه سبسم قرض میدادی هم مهمونو در اون چی میخریدم 100 تومن؟ نه ندارم 100 تومن ندارم همسایه اخیر کم روز باور روز پیش خودت اومدم کم شهرمنده نکنه همین 100 تومن قرضم با تیار من قرض گفتم نه من فهمیدم گفتم نه که من پول ندارم همسایه جون ای خیر که یا بکو گفتن میشه نمیولی کارم میگیرم کو میارم پول قرض میتونم همسایه نه دو سه روز پس میشم میولی کو میارم پول قرض میتونم روز دیگه بخی همسایه خام کیسم به چاس می باشه میتونم مایلا این 60 تومن بده 60 تومن 60 تومن خیلی مایل میشه 60 تومن هم میگیرم همسایه و چند سیم دیگه قرضا میشه خیلی به یکم دیگه میو میگیرم ایرابی با اقلان تلفنش برداره که من یه مایده دلم قرار بگیرم گوداگ میروم ما همین روز اول این مردک گفتم که مردک جون ای همه خصلتی بد میدیدگی من همین مردکی که شاو میگرده این گپا ایجا زد برو اومد رفت با این شاو این نمی اومده خونه با این شاوگردی را یاد گرفته بوده از بیت خونه بیا من تماشا کت را چکو میکنم مشکوه کت میکنم ترا فهمیدی
قطعی ما ولی صابونی ما قطعی ولی تو جمعه نشده تو ما را خپاک دیدی خیلی کده که مگم آزی بیت خونه بیا ایرا 20 ساعت خیلی مالی تو رفتی شاو گشتی شاو اینا رفتی گشتی ساعت 7 سحر شده تو نمیخیزی خونه بیایی نمیگی که زن دارم دم خونه نینیک دارم دم خونه فکری مرا نکردی تو فکری همین نینیک ما نمیکنی آزی بیت بیا آزی بیست خونه اومد انا که تو تیاری تبی السلام علیکم خاک چخیره ما گفتم عروسی نبی به تک تک مدرویم که یکم دیم روزای ما شما شاو دکجا بدی ما شما دا چی واردم نه شیرینی واردم 6 تومان 40 درهم عروسی من 6 تومان 40 درهم برای شما واردم تخ بیرون نکنه ما دین سحر بیرون کرده خورم رحمت اینی رو بگی بیرون میخریم آزی ما شیرینیت ای سرد مانا 6 تومان 40 درهم آزی دادرینی سا کورکا کالای خطا بیرون میکنه دکجا بدی شاو دکجا بدی شیرینیت ای سرد مانا انا که شیرینیت خودت بگی بخو فهمیدی بخو نگفتم که ما همه فعلی شو میدیدای من مرده که شاوگردن انا بیتو بفهمی که واه مردک مردک جون مرا بی مرا ببخشه مرا یادم برو اومده که تو امشب سمه نده بودی